سلام یوتیوبیتی های عزیز. امروز قرار راجع به 3 تیپ از افرادی که نیازمند کار احیا و صافی هستن باهاتون صحبت کنم. اولین دسته اون افرادی هستن که به خاطر استفاده زیاد از وسایل حرارتی مثل سشوار، اتو و برس‌های حرارتی موهاشون آسیب دیده. این دسته از افراد میتونن کار احیا انجام بدن تا پروتئین از دست رفته به موهاشون برگرده. اما دسته دوم اون دسته از افرادی هستن که مدام موهاشون رو رنگ و دکلره میکنن. این دسته از افراد هم به خاطر آسیبی که به کورتکس مو وارد شده نیازمند کار احیا هستن که البته ما در کنار کار احیا یک صافی نرمال هم بهشون میدیم. اما دسته سوم اون دسته از کسایی هستن که مشکلاتی مثل مشکلات هورمونی، تیروئید، کمخونی، کیست تخمدان دارن که این دسته از افراد به خاطر این مسائل شاین و کیفیت سابق رو موهاشون نداره که ما با کار احیا اون شاین و کیفیت رو به موهاشون برمیگردونیم. مرسی از اینکه همراه ما بودین.